يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ای مومنین خبردار فرض شده به بالای شما قصاص درباره کسایی کشته میشه. الحر مرد آزاد در بدل مرد آزاد والعبد غلام در بدل غلام والانثى زن در بدل زن. فمن عفی له من اخیه شیء هر کسی که عفو کرده شد، هر قاتلی که عفو شد، قاتل له از برای قاتل من اخیه از طرف برادر مقتولش شیء به یک چیزی پول و پیسه دیت فاتباع بالمعروف واجب است به بالای اولیای مقتول تابعداری به معروف و اداء الیه به احسان و واجب است به بالای اولیای قاتل خود قاتل ادا کردن به مقتول به احسان به طریق نیک پیسه را باید بده، جرمانه را. ذلك تخفیف من ربکم و رحمه، اینمی دیت که است تخفیف است از جانب ربتان، رحمت است. و من اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، هر کس تجاوز کرد بعد از برای عذاب دردناک است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، از برای شما در اجرای حکم قصاص امنیت و حیات و زندگی است ای صاحبای عقل صاف، ای روشن فکرا. لعلکم تتقون، تا اینکه شما خود را از کشتن ناحق نگاه کنین. بسیار یک حکم جنایی است ولی سیاسی هم است، امنیت مملکت، جان مردم به امن میشه. این حکم تطبیق شود جانش به امن است. کسی را به ناحق کشت باید کشته شود، مگر ای که اولیای مقتول عفوش کنن میتونن. فهمیدی؟ به ناحق یک مسلمان میکشی قصدن، جزایش قصاص است. اگر اولیای مقتول یک کسی را به ناحق کشت، شاید دلایل است، کشت به خاطر مال شرچی که است میکشش، شاید هم است. در دنیا اولیای مقتول حق داره قصاص بگیره، حق داره که عفوش کنه، دیت بگیره، پول بگیره، زیاد پیسه بگیره، 100 لک بگویه بته میبخشم، 100 لک میتونه. و دیگه ای که خود دنیا و سیومش چیز میتونه عفو کنه، عفوش کرد هیچ پیسه نمیگیره. چقدر خوب. الله میگه که عفو میکنین بکنین، خوب است، ولی انسان حالت میبینه. اگر می آدم بسیار یک مجرم متکرر خطرناکه، چندین تا را کشت حال نو گیر آمدن بازی قصاص شد یا پیسه زیاد پیسهش گرفته شد. و اگر دیدیم که یک آدم نیک است بیچاره، همی یک اشتباه بوده، نه بیخی ببخشیمش، برو یک اشتباه کنه، یک اشتباهش بخشیده شد. و دیگه این که این جزای دنیاش است. جزای آخرتش چیست؟ و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، همیشه در آتش میمانه. و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما. قتل مؤمن به ناحق بسیار گناه کلان است. اول ما یسأل، اول چیزی که سوال میشه در روز قیامت یا یحاسب حساب میشه، در حقوق الله نماز است، در حقوق العباد الدماء خون است. مقتول رسول الله صلی الله علیه و میگه قاتل از موی پیشانیش کشکده با الله پیش میکنه. همینطور هر کسی در دنیا سرش ظلم شده اونجا انتقامش میگیره، روز انتقام است. یک سیلی هم زدیش اونجا استادت میکنه. چرا یک سیلی زدی؟ دشنام دادیش میگیره از پیش، بته میگه چرا من دشنام دادی؟ ایره بفهمی. این یک ظلم سر کسی کنی و او تو را نبخشه، اونجا انتقام است. نکن یک میده ظلم. این که مردم هم میزنن و میکنن و بندی بناحق میکنن، ایره ببر او را ببر، شکنجه بته، خوش است. والله نجات نمیافی، نجات نداره ای آدم، بسیار خطرناک. در این دنیا انسان تا که میتونه نیکی کنه، تا که میتونه، ولی از مجرمین هست دیگه، بخوای نخوای مجرم میباشه. الله میخواهد که اون دو حدیث است، یک کسی نماز روزه زیاد میگیره ولی یک طور دشنام مینا داده، الله از نیکیش به این داده میره، میگه انتقام میگیری یا ثواب بده، می ثواب خوش داره میگه بده اعمال نیکش. اگر مؤمن بود، اگر کافر بود خو ثواب نیست، میگه انتقام ممجه استادش میکنه، انتقام است، روز انتقام. و فایده قصاص الله میگه قصاص میگه تطبیق شو امنیت است.
زیرا زمان قاتل بفهمه که من اگر بکشم حد میکشتم میشم، هیچ وقت هر کس جان خود دوست داره. قاتل به شرط میکشه که میگه میفهمم ما فرار میکنم یا ما قصاص نمیشم. اگر بفهمم کشتم میشم، اقدام که نکرد او هم به امن شد، خود جان خودش هم به امن شد. دوم اگر قصاص گرفته نشه، وقتی که یک نفر اینجا مرد، فامیل از او میخیزه قومش که تیا جنگ میکنه. اینجا به صدها نفر میمره، یه از او را بکش، یه از او را، یه از او را، یه. الله میگه این قاتل کشته شد، خلاص امنیت است. در کشورهای عربی سعودی چرا امن است؟ به خاطر قصاص تطبیق میشه. در دوران حج 1 سال بودیم، یک یمنی یک حاجی را کشت، 3-4 ساعت پیش گم شد رفت، پس اون پیداش کردن، آوردندش، اقرارم کرد که ما بودم. خب 1 هفته بعد قصاصش کردن، ماندن گردنش کت شمشیر زدن، چند تا جام جمع شده بود. دیگه تو امنیت خب اونجا قام نست، بجای پیسه در پشتت باشه بگرد کسی کار نداره. به خاطر قصاص تطبیق میشه. در حکومت سابقا بسیار مشکلات داشت، نه تعصب قومی و ظلم، یگان ظلم یا داشت، ولی قصاص تطبیق میشه. چه قانون بود؟ کل مردم میگه که بیخیم بوجی پیسه و خو پیسه هم قرضش کم بود، میماندیم اونجا بوجی پیسه خلطه هیچ، اونجا میرفتیم کس دست نمیزد. واقعا نموده بود. ما یک خانه داشتیم نمسای کارتینا و کسی نبود. پیش از اینکه اونا بیان همین دروازه و کلکینا میاره برده رای بودن، یک تا ما 1 تا 2 تا می بردن. اما وقتی رسیدن هیچ نه پلیس بود نه دیگه، اون خانه ما به همین بود. 1 سال 2 سال بعد هم می آمدیم هیچ دروازه بسته است، کسی داخل نشده. اگر نه پوسته بود نه دیگه. به خاطر که قانون اسلام آمد دوزام توبه میکنه فضل الهی. خب همین نظام آمد، حالا دوست از دزدی، بدماش از بدماشی و قاتل از قتل توبه میکنه، رازن اختطاف خود توبه من نشنیده بودم. حالا فهمیدم اختطاف چیست، که آدم هم بگریزان پیسه بیاری خویج نبود. زنده انسان هم میگریزانه، کلان انسان. نمیال بعضی ها دین مجید در نماز نمی از ترس اختطاف این کنین میگه اختطاف میشون، اختطاف میشونی در موتر میبره. پیسه ما در یک سیف بسیار فولادی است، در زیر زمین است، میبره میگه بکش پیسه را، خودم کلی را میتونم میگم بکشین بیاریم بتین، زیر سیف میکشه. این اختطافی طور است، این تو ظالم است. افسوس که اینمی اختطاف چی ها والله مجازات نمیشن. بانداست اینجا، باند اختطاف است. و باندا بعضش در پارلمان ششتن، بعضش در وزارت ها، بعضش آمر اوضاع قماندان امنی است، وینیاستن که می اختطاف میکنه. حتی یک کسی را میگه گرفتن، چی میگه او آدم ها بیا ابرا بتی، اگرنی باز گریان کده می ابرا میتی، گریان کده می. یک اختطاف چی که ما بود، بازی میکرد، رقص میکرد. تو رقص میکرد دم بندی خانه، خیس میزه، خوشحالی میکرد. گفتم چندم بارت هست که پرسان نکن، این قامدی می بیخی خانیم شدن، میرم میایم. خب نه گفت هیچ کسی سرما ثبوت نداره. باز گفت ما بادیگارد فلانی خان هستم. خب فلانی خان؟ او در کجا است؟ او در پارلمان است. یقین کنید دیگه او چه کار است؟ مشاور ارشد مفکوری اول است. خیلی برو زورت بالا است. من گفت تو چرا آمدی؟ من گفتم من قرآن بیان کردم. بیچاره تو را قرآن بیان کردن نمیمانن، ما رسایی که کارا را میکنیم، هیچ کسی ما را چیز نمیگه. همینطور تو ما تفسیر قرآن درس دادیم، جرم چی؟ تفسیر. خب به می خاطر باز اموجم شروع کردم، گفتم والله که تفسیر هر جای باشم میگم، زیر زمین هم باشم یک نفر کتیم باشه برش بیان میگم. نبودم که خود خوانده میرم، خودم تدبر تفکر کرده روان است. برشان شروع کردم، اما اختطاف چی تو خوب شده بود، گریان میکرد. او گفت من هیچ نمیفهمیدم، این که گریان میکرد. او خب مولا را بعد میدید مجد تو یاره، هیچ پیش کسی نمیره، اونجا مجبور بود دیگه، 6 تا بود بیان کردیم برش قرآن. تو تاثیرناک میگفت که می تفسیر شروع نمیکنی 3 وقت شب 4 وقت شب. من میگفتم 2 وقت شب، میگفت نه 3 وقت 4 وقت. اگر یک لچک آدم بود، بیادب بود، تو با ادب شده بود، خدمت میکرد، دستا میآورد را میآورد، دست بشویی بشویی، تو کارا میکرد، بسیار احترام. میگه ایمان آمد نیست است ایمان. قسم خورد که برایم گفت نمیکنم، توبیم باشه، پدرم توبه. گفت اگر ما ایجاره قدیدیم
ما جگرخونی موج میزدیم و خوشحالی میکرد، همونجا رقص میکرد بیشرف. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ای مومنین خبردار قتل کتب فرض شده به بالای شما، کتب فرضه، کتابت که نوشته شد هیچ دیگه تغییر نمیخورد. چی فرض شده علیکم به بالای شما؟ القصاص، قصاص فی القتل، درباره کسایی کشته میشه. قتل جمع قتیل است، کسایی که کشته میشن، یعنی که قصاص بگیرین از مقتول، از برای مقتول از قاتلش به مساوات، تجاوز نکنین. قصاص چی را میگه؟ تجاوز نکنین. یک نفر کشته بکش، یک تا دو تا نه. در بعض جای ظالما هستن یک نفر میکشه 10 تایش هم میکشه. این ظلم است، نکن. اولش خود حکومت تطبیق کنه، اگر حکومت نمیکنه کسی قاتل شد اما یک قاتل بکش، دیگه زیاد تجاوز نکنی. قصاص مساوات میگه. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. حر مرد آزاد، یعنی قصاص بگیرین از جنایت کننده فقط وقتی کشته میشود. اذا قتل الحر حر میکشد، آزاد فقتلو، شما حر در برابر حر. والعبد قصاص شود عبد بالعبد در برابر غلام، غلام بکشید. زن که در برابر زن. یا چی میکنن؟ اینا تجاوز میکردن. عادت عرب هایی بود وقتی که یک حرم میکشتی یا 2 دانه را میکشتن. غلام اگر میکشتی یا آزاد میکشت، غلام یک قوم قلان. اگر زنش میکشتی مرد میکشت. الله میگه این ظلم نکنید. زن اگر نه، این هدفش نیست که غلام، اگر نه که انسا، اگر نه که مرد زن کشت مرد قصاص نشه. این تو نیست. مرد اگر زن کشت مرد میشه قصاص. غلام اگر غلام کشت آزاد قصاص میشه. ولی اینجا رد به عادت عرب است. عرب ها بعضی اقوامشان خود کلان میشمارید، غلامشان میکشتی و آزادم میکشت. زنم میکشیم مردم میکشت. میگم ما کلان مردم هستیم، زن ما را کشتی باید مردت کشته شد. الله میگه این ظلم نکنین. یعنی قصاص نیست، این خو مساوات نشد، این خو برابری نشد. قصاص مساوات میگه. حتی به خاطر قصاص امام شافعی صاحب بازی تو میگه که همون قسمی که کشته بکش، همون قسم. من غرقناه، این یک حدیث. کسی غرق کرده ای تو کشته، غرقش میکنیم، به غرق بکشش. من حرقه، کسی که سوختان ده، حرقناه میسوزانیمش. داد درش بده، ای تو میگه. و میگه کسی که چاقو زد کشت، که چاقو بکشش. تور زده تورکاری کرد، ببین که تورکاریش کن، همین تو بکشش. سگ ایلاکت در سرت، سگ سرش ایلاک. شیر سرت ایلاکت، پلنگ سرش ایلاک. این میگه مساوی. و به حضور مردم باشه که دیگه مردم ببینن. کل تلویزیونای جهان نشرش کن که دیدن واقعا تو زجر میت انسانا. کمی ببینی که اینمی قاتل کشته شد. توبه. در حکومت سابق ما خانه ما در پاکستان بود، در یک ماه گرمی ما می آمدم اینجا، باز خانه را خبر می گرفتم می گشتم. در اون وقت در غازی استودیوم قصاص میکردن، یک نفر قصاص کردن، ما رفته بودم ندیده بودم. ما که می دیدم ایت شدم، چنان زجر داد این من نکت مرا. در ها که می آمدم میگفتم جانم در جان کسی نخوره، نموره که خطرناک نشه. حالا دست و پای من تو گرفتم. هر کسی تو امی جان ازوی تو به ما محترم شده بود. هر مسلمان خوش میامد میفتم تو همی قتل یا بیغی از ذهنت میبره. دزدی که دست قطع کردی توبه. ای تو توبه میکنی، از این بینی توبه میکنی. نمیشه حالا دزدار نشان میتن، پشتش نشان میتن، دستایش بسته است نه که رویش هم کسی نبینه، اما تو گم میشه. در روز 500 دزد میره هیچ انسان نمیبینیش. چی شد، چی کاره شد، کجا رفت. فمن وفی له من اخیه شیء، هر کسی که عفو کرده شود. فمن اینجا قاتل است. خب هر قاتل وفی یعنی ترک له من دم اخیه المقتول شیء، عفو شد له از برای قاتل من اخیه از طرف برادر مقتول شیء، به یک چیزی از پول، به یک چیزی از پول و
دیت فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. امام شافعی صاحب میگه که می قاتل اولیای مقتول قاتل عفو کردن دیت واجب میشه، پیسه بده. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه نه، میگه اگر عفو شد پیسه میگیره، گپ جداست، میگیره بگیره، نمیگیره مفت عفو شده. این میگه نه، که میگه الله میگه که فمن عفی له من اخی شیء فاتباع. این میگه گفته که فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. عفو شد باید که پیسه بده، این جفا جزاست، می جزا بالاش مرتب میشه. امام شافعی امام ابو حنیفه رحمه الله میگه نمیشه، میگه اگر پیسه خودش باز میگیره گپ جدا، به نفس عفو پیسه فرض نمیشه، واجب نمیشه که پول پیسه بده. اینجا سعی کنین الله با وجودی که مسلمان قتل کرده ولی نمیگه کافر شده، با قتل انسان کافر نمیشه، به شرطی که او را خونش مباح ندانه. یکم دفعه انسان قار میشه غضبناک میکشه، اینا قصاص که کردی غضبا کنترل میشه. هر کس غضبناک است، یک نفر که پیش روش کشتی بدید تو آدم میشه، اگر نه بسیار قار از چند تا رو میگه بکشم، نه غضبا همین قصاص که شد غضبا کنترل میشه. یعنی زجر است. همین زجر چی منع میکند؟ همین حدود الله انسان از گناه منع میکند. فمن عفی له، خب اگر کسی قصاص میشه و ای توبه بکنه که یا الله بد کردم توبه کنم، قصاص شو الله گناهش میبخشه، از آتش جهنم نجات میفته. اگر قصاص شد زنده دار میبردن و ای توبه نکرد، به دلشی بود که اگر نجات بیافم باز میکشم، والله علم که الله ای را ببخشه. توبه بکنیم. فمن عفی له من اخیه شیء، هر کسی که عفو کرده شد از برای از من اخیه، از طرف برادرش یعنی انوز کشته انسان، بازم الله میگه که امی مقتول برادر قاتل است، یعنی کافر نشده. اگر کافر میشد برادر نمیگفت. یک دلیل شمیست فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان. فاتباع بالمعروف یعنی به بالای عفو کننده واجب است که تابعداری بکند برای چی؟ به قانون، مطابق قانون اسلام. اتباع چه معنی؟ مطالبه کند پیسه را مطابق قانون اسلام، سختی نکند، بگوی پیسه را بدی. و اداء الیه باحسان، و واجب است به بالای امی قاتل ادا کردن پولی که تعیین شده به احسان، به طریق شرعی، به طریق شرعی که تال نتا امروز بیا سبا بیا امروز فردا ایتو نکنه. اگر گفت که ما به شرط میبخشم 100 لک بده، کل زمینا و چیزی که داری بفروش، دیگهش قرض باشه. اگر نداری، اگر داری بده، بازی میشه. اگر قرض قبول کرد میشه، بازی چیز کنه، همین کارا بکنه. الله سعی که اینجا تشویق هم میکنه اگر عفو شود، یعنی انسانش دیده شود. من که فکر میکنم اگر دیدیم آدم متکرر ظالم چند تا را کشته دگیر نامده، او را بان که مسلمان ها به هم قصاص بالای سرش استاد باش. در دوران سابقا کلاشینکوف به می آدم میداد. خب توبه کمی گرم چند تا زدش، کلیش در زمین خورد تو پس افتید آواز. اگر که دمو وقت گفتن که عفو کشکو ببخشش، گفت نه نمیبخشم. خیرت گفت ببخش پیسه برد میتن، گفت نه. در آخری که تفنگام برش داده بودن کلاشینکوف، میگفتن اگه ایره ببخشی ما خوش میشیم، میگفت نه نمیبخشم. اینه چقدر خوب است در اسلام. یکم تا میگه این نفر خو کشته، حقوق بشر فعلی کافرها چی میگن؟ ما حقوق بشر داریم در قرآن. حق حیات امیز که مجرم جزا بدی. و چی میگن؟ اونا میگن که می قاتل نفر کشت، او دویده میگه غرضش نگی نکش. چی میکنی تو؟ ما میدان فوتبال برش جور کردیم. میگه میدان فوتبال بندی خانه، میدان فوتبال جور کرده، اسم میده دیگه هم مست میشه. پیسه محکمه اول 16 سال، محکمه 2 8 سال، محکمه 3 4 سال. خب بعد از چی گپ شد؟ عفو عید آمد، برات آمد، توی آمد، و هم 2 سال دو میره، 2 سال بعد میبرایه. چی شد؟ اما آدمی که مرده گیر داده بود و آدم مجبور از افغانستان بگریزه. نه دیگه در افغانستان زندگی کرده میتونه. اگر نگریزه گرم دیگه شم میکشه. باز میدان فوتبال حقوق بشر برش جور میکنه. محکمه اول 18 سال، محکمه دوم این قسمی. در اسلام هیچ بندی خانه نیست و در بندی خانه انسان جور نمیشه. والله اصلاح نمیشه.
بازی بندیخانه توبه. کاش که یک بندیخانه باشه که قرآن و حدیث و اسلام جبری باشه. ولی ما یاد داده برو نماز بخوانم بزور باید بفهمانه ایتو که بسیار اسلام میشه. اونجا خود چرس میزنی بنگ چرسی نیست میره در پل چرخی چرسی میشه. یقین کن. شرابخور نیست میشه، لواطتکار نیست میشه. پودر خوی قطیر میشه، پودری است پودری آید تو پودرای خدا نمیزنه دموجه. زناکارا زنای خدا میکنه. کل جرم جنایت حتی اونجا نفر میکشه، در مداخل دیگه میکشه، اونجا میکشه نفر. این پیسا 30-40,000 نفر در افغانستان این فکر کو که در روز چقدر خوراک داره، نه پیسا رو مصرف کرده راست. بیا قصاص بکو بیغم. بندیخانه برای 10 روز 15 روز تحقیق شود. خب در اسلام بندیخانه نیست. آلو بیچاره ظلم کرده، اولادش چی ظلم کرده نه او را بندی کردی. اولاد ازی خو یتیم شد، اولاد ازی خو بی سرپرست شد، اولادش حتی لواطتکار میشه، زناکار میشه، سرپرست پدر نداره نه، خانمش خراب میشه، خانم کار کرده نمیتونه. همین خانم ازیر اولاد ازیر با کی ماندی؟ همین حکومت هم میگم نه. خیلی بگی مرد است یا کسی را بندی کردی ماه 10,000 با فامیلش ماش بده. حال یک کار کردن که خانمش را پیشاورش میبرن. سیاسی اگه بود نمیبرن. یعنی سیاسی باید مجرمین سیاسی بسیار جرمش کم باشه. سیاسی چیست؟ سیاسی جرم در اسلام. در این وقت سیاسی را بسیار جزا میتن. او که قتل کرده، آدم کشته، اختطاف کرده هیچ. این کسی که یک چند گپ به ضد حکومت گفته این میگه بسیار خطرناک. حالا چی گفته؟ خب گپ حق گفته، به خاطر اصلاحات گفته. اینا باید بندی شد. بندیخانه 15 روز یک ماه تحقیق شد. مجرم است. اگر بود قصاص یا دیت یا اینی نبود آزاد. کسایی دم بندیخانه بود من میگفتم چطور هستین شما؟ میگفت والا همینجا ما را بکشه خوش هستیم، اینجا نباشیم. هر آن ما هر دقیقه ما مرگ است میگفت. هر دقیقه ما. خب حال خودی را بندی کردی، زنش چه گناه کرده؟ در اسلام خود تو نیست که زنش بیوه چرا میسازی؟ اولادش یتیم چرا میسازی؟ در جرم بندیخانه چندین جنایت دیگر مرتکب میشی. زنش بیوه شد، اولادش یتیم شد، بی سرپرست شد، حتی خراب میشه. یقین کنیم بعضی زنا شوهرشون بندی شده در فاحشه خانه میرن، بعضیش میتون بی حیا میشه، اولادش خراب میشه. این جرم جنایته. کسایی که بندی خانه را کشیده کافر است. خب هم بیدینا از بالا آمده از امریکا سر مردم تطبیق میشه. بندی خانه در اسلام نیست. 1 ماه 2 ماه تحقیق خلاص. اونم بان فامیلش هر کی میره میه نانشام بچیکو جرم ثابت شد در اسلام میتونه. اگر قصاص ثابت شد خب نشد یا چند تا دوره میزنی برو برای دیگه نکنی کارا. شراب خور گیر کنی 40 دوره دی 80 دوره دی برای دست گیر کنی قطع نکنی. همون تو یکم رفته بودم مخانه از چی میکنی والا اینجا آمدم چه خواهش یا چند تا دوره دی برو دیگه نبینم. این طور است. میزنیش یا این نفر گفتم تو را 100 دوره دیان الهیت بتن، گفت که 200 دیان الهیم بتن. ما می جزایی که در اسلام است و در قانون وضعی دنیا است را مقایسه میکردم در بندی خانه. میگفتم 200 دوره دیاندت، میگفت 300 بزنم مقصد نمرم با مو اندازه تی از نیم جان باشم. خیرم میگفت ببرندم در شفاخانه ولی آزاد باشم. اینجا چه حاله؟ با می خاطر بیچاره کلی خدا در دیوال میزنن. خب بعضش خودکشی اقدام بسیارش اقدام به خودکشی میکنه مگر کسی که ایمان داره و قرآن است اسلام است با الله رجوع میکنه. الله قلب از او را صبرناک میسازه. پس در اینجا الله میفرماید که ذالک تخفیف من ربکم و رحمه. همین عفو تخفیف است، آسانی است از جانب ربتان، رحمت است. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. هر کسی که تجاوز کرد بعد ازی چی معنا؟ بعد ازی که اولیای مقتول قاتل بخشیدن عفو کردن، بعد ازی تجاوز میکنه پیسه را هم گرفته باز قاتل میکشه، از برای ازی عذاب دردناک است. یکم ظالما داریم میگه ببخشش پیسه شو بگی مکتش کار دارم ماندنیش نیستم. ای ظالم جای داتش است. خب بخشیدی خلاص شد، هم پیسیش میگیره هم آدم میکشه. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. در این آیت الله متعال حکمت قصاص بیان میکنه. احکام سیاسی را و جنایی را شروع کرده
به خاطر امنیت جان مسلمان ها و بدنشان از تجاوز به قتل باید قاتل قصاص شود. حال فایده از زیر بیان میکند. چرا الله میگه ما قصاص رو به بالای شما فرض کردیم؟ به خاطر که ولکم فی القصاص، از برای شما در قصاص ای صاحبای عقل، در آنچه که فرض شده به بالای شما، فی القصاص یعنی در اجرای قانون قصاص، حکم قصاص، دستور قصاص حیات است. حیات است یعنی زندگی برای دیگر است، امنیت است، بعضی میگه امان است. ای صاحبای عقل، ای روشن فکرها، کسی که عقل صاف داره، عقل سلیم داره، در عقلش افکار بیرونی و خراب پوچ داخل نشده، میفهمن که در اجرای قصاص امنیت است. چرا؟ زیرا قاتل وقتی که بفهمه که اگر من بکشم کشته میشم یا قتل کنم به قتل میشم، از من انتقام گرفته میشم، من هم میشم، این کار نمیکنه. بفهمه که اینجا قانون است، اگر بکشم این قانون است، من تطبیق میشه حکم الله و بالای من، و اقدام به قتل نمیکنه که نکد فیحفظ حیاته، حیات خدا حفاظت میکنه، حیات کسی را که اراده قتل شداد. اینجاست که خون محفوظ میشه، مسلمان ها جانشان به امن میشه، حیات بر مردم بازگشت میکنه. حیات برای کل انسانیت است، حیات برای خودش هم است، بر مقتول هم است، برای دیگر هم است. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تا اینکه شما از محارم الله، آن چیزی که الله منع کرده، تتقون، خود را وقایه کنین، متقی یعنی اقدام به قتل نکنین. اینا زمانی که اینمی حکم تطبیق شود بازی گپ میشه. اگر این حکم تطبیق نشه باز اون امنیت نمی باشه. الله میگه اینمی به خیرتان است، این به امنیتتان است. خیر از این نفر کشته کشته شود. این کافرها میگن این که کشته شده خوش شده، این دیگه آدم چرا ضایع شود؟ این قاتل میگه ضایع نشه. حالی قاتل خود سبب تهدید جان همه مسلمان ها شده. مثل که در یک عضو بدن یک دست انسان رو تهدید کنه قطع میشه، نه؟ خودش هم میبینه سیاه شد بالا میره قطعش میکنه. حالی اینم یک نفر دانه سرطان شده، یک ویروس خطرناک شده، اینم باید بشه که دیگه به امن شود. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیة للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. فرض شده به بالای شما، علیکم به بالای شما مؤمنین، اذا حضر احدکم الموت، وقتی که نزدیک شود به یکی از شما مرگ نزدیک شد، چی فرض شده؟ ان ترک خیرا، به شرطی که باقی مانده باشد مال، الوصیة، اینی مفعول است، از برای کتبه نایب فاعل است. وصیت فرض شده للوالدین، از برای پدر مادر، اقربین خویشاوندان، بالمعروف، مطابق قانون اسلام، حقا علی المتقین، ثابت است به برای پرهیزگارا، یعنی واجب است که وصیت بکند. حال الله متعال در اینجا یک حکم دیگر را بیان میکند که این پیش از حکم میراث است که میراث نامده بود. الله میگه کسی که نزدیک به مرگ است به خویشاوندان یا وصیت کنه چیز مالش. حال میراث که آمد وصیت است در ثلث مال، سیوم یا زیاد است، میشه در چهارم مثلا در پنجم مثلا به یک نفر وصیت کنه، و هم به کسایی که وارث نباشه، وارثش نباشه. 3 دانه خانه داره بگه یک خانه به فلانی، 10 جریب زمین داره 2 جریب زمین هم به فلانی خان، 10 لک پیسه داره 2 لک پیسه به فلانی، 10 لک که بیتی پنجم مثل است، نه؟ اگر 3 مثلش بیتی 3 لکش به فلانی. او هم کسی که ورثه نیست، مثلا یک دامادش هست یا یک عالم هست خدمت میکنه خانه نداره، بگیم یک خانه رو به وصیت، یا اینی داماد مثلا برای او کم رسیده حقین برای یا برین فلانی. این یک انسانی را که خویشاوندش هست یا انسان نیک است ولی وصیت این گپا نوشته شود، خلاص وقتی که هر کس در مرگش که این بیخی در نزدیک مرگ 3 مال از خودش هست میتونه به هر کی بده، دیگهش از ورثه است، دیگهش از ورثه است، سیوم حصه اختیارش پیش است. اینی را بسیار کسا نمیفهمند، خب که من حق دارم سیوم حصه مال ما به یک تا دیگه بدم. و اینجا می ورثه هم اگه او بخواه وصیتم کنم میگه تو غم مرگ تا بخور، تو گپایی را میزنی یعنی به ضررشان است، نه؟ چون که به ضررشان است میگه تو غم مرگ تا بخور. شاید بگیره نوشته شود، وصیتش مردم شاید شود،
امیالا میشه و حکم تطبیق میشه. کتب فرض شده به بالای شما اذا حضر وقتی که حاضر شود. حاضر یعنی اشرفه نزدیک شود. حاضر که شد خود گپ زدن نمیتونی میمری. نزدیک شود به یکی از شما مرگ این ترک خیرا در حالی که ترک کرده خیر چی؟ مالا کثیر مال زیاد. مال زیاد داره یا کم از خود چیز نمیشه با مورثه باشه یک ذره مال داره. چی فرض شده؟ الوصیت و وصیت یعنی واجب است. برای کی وصیت کنه؟ للوالدین پدر مادر بسیار حق دارد والاقربین خویشاونده. حال والدین خودش میراث میبره. والدین میراث میبره حاجت نیست. خویشاونده بالمعروف بعدل و انصاف یعنی از ثلث زیاد نشه. سعد بن ابی وقاص مرگش نزدیک شده بود که مال ما وصیت میکنم. گفت چقدر میتی؟ گفت 2/3. رسول الله گفت زیاده. گفت نصفشه. گفت زیاده. گفت ثلثشه. 3/3. گفت و ثلث و ثلث و کثیر. ثلث هم یعنی ثلث صحیح است که بکنی ولی میام زیاد است. یعنی از زیاد نکو وصیت. دیگه ای که در وصیت چند شرط است. یکی از ثلث زیاد نشه، 3 حصه مال، نصف یا نباشه، 2 هم نباشه. دیگه ای که بر غنی وصیت نکنه، فقرا را ترک کنه، بلکه به فقیر، به محتاج، کسی که ضرورت داره. حقا علی المتقین، حقا یعنی لازم است به بالای متقیا. واجب بود پیش از آیت میراث واجب بود. بعد از آیت میراث منسوخ شدگی است ولی حق داره، مستحب است، سنت است که وصیت بکنه به کسی و هم که مالش زیادتر باشه. اگر نه که به اندازه است که به خود اقرباش چیز نمیشه باز بانه. کسی پیسه داره میتونه به دیگران وصیت کنه. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلون ان الله سمیع علیم. هر کسی تبدیل کرد امی وصیت را بعد از اینکه شنیدی را فانما اسمه علی الذین یبدلون جزینیت گناه ازی به بالای کسایی که تبدیل میکند. ان الله سمیع علیم بدون شک الله میشناسد آواز شما را، عالم از بنیات شما که در قلبتان چی است. حال کسی که وصیت کرد وصیت دیگه تغییر داد، مثلا این گفت 3 مال و گفت نه 5 گفته، او گفت به فلانی بده گفت نه به فلانی، نه یک نفر دیگر رو جور کرد گناهش به بالای از اوست. حال خاصان است که شاید بگیره 60 بانه تا آواز خود ثبت کنه. نه خب وسایل بسیار پیش رفته. فمن بدله هر کسی که تبدیل کرد یعنی غیره تغییر داد امی وصیت بعد ما سمعه بعد از اینکه شنید از وصی یا شاید قبول کرد فانما اسمه جزء نیست اسمی نمی تبدیلی علی الذین یبدلون و بالای کسایی که را تبدیل کردن زیرا اینا مخالفت کردن. گناه با بالای از آدم نیست ولی کسایی که در مرگ خود میگه که ما ایتو میکنم به این بچیم 200 و به این بچه یک این بسیار گناه داره، ایتو نکنه. ان الله سمیع علیم بدون شک الله سمیع است میشنود آوازها را، علیم از بنیاتتان. در اینجا وعید است که تبدیل نکنین که الله جزایتان میده. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. اگر کسی ترسید از وصیت کننده جنفا میلان به گناه را او اثما یا گناه را فاصلح بینهم اصلاح کرد در بینشان فلا اثم علیه نیز گناه به بالای می مصلح. ان الله غفور رحیم بدون شک الله بخشاینده و مهربان است کدام کمی و کاستی در تغییر شود. حال یک کسی میفهمه یا گمان میکند که امی وصیت کننده خافه میترسه، عالم میشه یا گمان میکنه می موسن از امی وصیت کننده جنفن میلان از حق به یک نفر دیگه به یک آدم بد وصیت میکنه یا به یک سرمایه دار میکنه یا این که به یک وارث وصیت میکنه میفهمه که میلان کرد او اسمن یا گناه قصدی. یکی میلان نیست گناه غیر قصدی، قصدش نیست ولی نمیفهمه جاهلانه وصیت کرد یا قصدن وصیت ناحق کرد به یک آدمی که بعد است میراث هم میگیره باز میگه این دیگر هم برش بتین فاصلح بینهم امی وصیت کننده اصلاح کرد امی وصیت ازیره اصلاح کرد در بین موسی و مصالحه. باز گفت مثلا که نه اینطور گفته وصیت تغییر داد به خاطر اصلاح فلا ذنب علیه فلا اسم علیه گناه به بالای از نیست. به می تبدیلی به خاطر اصلاح گناه نداره، اگر به خاطر غیر اصلاح باشد باز گناه داره.
مثل که دروغ گفتن نه به خاطر ضرر رساندن گناه است، به خاطر مصلحت باشد نگاه منافع باشد گناه نداره. این الله غفور رحیم، بدون شک الله بخشاینده است و مغفرتش بسیار وسیع است، رحیم است. کسی که عمل اصلاح را میخواد الله سر از اونا رحم میکنه، یعنی اینا را مجازات نمیسازد. پس این بود دیگه وصیت، این دیگه حکم بود. اما این حکم یا اگر منسوخ نیست به این معناست که وصیت کنه، وصیت به غیر وارث. اگر نه که وصیت به حساب مال است به خویشاوند و اینا باز منسوخ شده که